داستان فقط سیاسی نیست، داستان معنویه. کوروش بزرگ دوباره تکرار شده. ما ایرانی‌ها نفهمیدیم، اونا فهمیدن. چرا اونا فهمیدن؟ این ویدیو رو ببینیم. میدونید اگر خداوند شما رو به ایران برگردونه چه تغییری به وجود میاد؟ فقط در ایران نه، در دنیا. این آقایی که تو این ویدیو میبینید یکی از اون کشیشای مهم است. حالا ببینید به شاهزاده چی میگن. شما به راستی که ترامپ ایران هستید. اونجوری که ما ایرانی‌ها شاهزاده و ایران رو میبینیم، اونها خیلی فراتر میبینن. گوش کنید ببینید چی میگه. اون لحظه‌ای که به اسرائیل اومدن، به اورشلیم اومدن و در مقابل دیوار اورشلیم ایستادن، من احساس کردم که دارن تبدیل میشن به کوروش آینده. کوروش بزرگ به اورشلیم اومدن، آزادی بخش کل دنیا. یه نکته دیگه، همین چند ثانیه پیش این آقای کشیش گفتن شما ترامپ ایران هستید. ببینیم آقای ترامپ توی یک از ویدیوهاشون چی میگه. اگر کمکی میخواید باید از خدا بخواید. کمک میخواید از خدا بخواید. جنگ خیر و شر دوستان دوباره از ایران داره رخ میده و پس از اون با احساس خیلی زیاد برای شاهزاده دقیقه ها دعا میکردن. Let's bless him right now. Heavenly Father, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Father, we ask you to put your hand greater on the prince than ever before. داستان سیاسی نیست، داستان معنوی هم هست. خیر و شر و داره پیروز میشه. خیر داره پیروز میشه. شاهزاده در دانشگاه لیبرتی یک سخنرانی داشت. اما پس از اینکه سخنرانی داشته باشن، همونطور که دارید اینجا میبینید، 1 ساعت تو خورده‌ای برنامه پرستشی مسیحی‌ها بود که داشتن با عشق و احساس برای ایران دعا میکردن. این همه زیبایی و آرامش از کجا اومده؟ و پس از اون شاهزاده سخنرانی بسیار زیبایی کردن به احترام اون مسیحیایی که اونجا داشتن برای ما دعا میکردن. In Iran today, Christianity is not fading. It is rising quietly, powerfully underground. Because faith that survives persecution is unbreakable. Because the light shines brightest into darkest places. فقط همینقدر نیست، خیلی زیاد هست. در کاخ سفید در عید پاک ببینید چه دعایی برای ایرانی ها کردن. چه اتحادی بین ایران و اسرائیل و آمریکا قرار به وجود بیاد. آیا این اتحاد فقط سیاسیه یا معنوی هم هست؟ چه خبره؟ داره چه اتفاقاتی میفته؟ ببینید پدر برای مردم ایران که آزادی میخوان دعا میکنیم که از دست این افراطیون اسلامی آزاد شوند. و یه شعر میخونم برای اونایی که واردن، میدونن منظورم چیه. در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار میبینم. اندکی امن گر بود آن روز در کوهسار میبینم. غم مخور که در آن روزگار تشویش خرمی وصل یار میبینم. اهورا مزدا نگهدارتان.